استقلالiyت دولتی خاصه اقدامات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در سمت احیای پدیده‌های فرهنگی کهن و آیین و سنت‌های اجدادی برای مردم تاجیک امکانات مساعد فراهم آورد تا در امر رجوع به تاریخ گذشته و زنده گردانیدن و بزرگداشت میراث مادی و معنوی خویش تلاش و پیکارهای به ظهور رسانند. محصول هدایت و راهنمایی‌های پیشوای ملت است که در برابر جشن‌های نوروز و مهرگان شروع از سال 2017 جشن صده نیز به تقویم جشن و سنه‌های ملی ما شامل گردیده برای تجلیل باشکوهی آن تدبیرهای عملی اندیشیده می‌شوند. در شهر اسفره این جشن اجدادی با شکوه شهامتی خاصه تجلیل گردید. در گلباغ بنام سیف اسفرنگی مرکزی شهر که به حیث ایدگاه اساسی قرار داشت نمایش آلات کاری دهقانی و تکنیکی کشاورزی، نهال و گلبوته‌ها، سبزوات و میوه‌های شهردرس و تخمی زراعت‌ها آراسته گردید که افاده‌گری آمادگی مرد دهقان به فصل بهار بود. محصول هنرهای مردمی به نمایش گذاشته شده نمایندگان جماعت‌های شهرک و دهات، کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌های تعلیمی از ذوق بلند، مهارت بی‌نظیر و تاریخی بوی کسبی و هنرمندی در اسفره درک می‌داد. جشن صده از جشن‌هایی است که اجدادان ما با شکوه شهامت تجلیل می‌کردند و آن را روزی رسیدن به گرمی و روزی نیک می‌حسابیدند. توفیل استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یک قطار جشن و معرکه‌ها و آیین و رسومی که سالیان از بین رفته بود دوباره احیا گردید. محض با پیشنهاد پیشوای معظم ملت تاجیک محترم امامعلی رحمون جشن صده امثال جشن نوروز دلافروز تجلیل کرده می‌شود. به این معنا در یکی از سخنرانی‌هایشان پرزیدنت کشور تاکید ساختند که ملت تاجیک که صاحب آیین و سنت‌های باستانی و فرهنگ قدیمی است در تمدن جهانی سهمی سزاوار گذاشته است. سنت و آیین‌های نیک و جشن‌های ملی ما مثل نوروز، مهرگان و صده در طول تاریخ برای ترغیب اخلاق و معنویات سازنده خدمت کردند. از این رو ضرور است که دستاوردهای معنوی و مادی مردم شریف ما به فهرست عمومی جهانی یونسکو وارد گردیدند و نقش تمدن‌ساز ملت تاجیک را من بعد نیز بالا برند. در کلام تبریکاتی اجرا کننده وظیفه رئیس شهر اسفره بهاءالدین بهادرزاده با برابری تمنیات بهترین به موسم نوی کار ضرورت احیا گرامی داشت و تجلیل جشن مبارک نیاگانمان صده تذکر یافتند. ذکر کردید که در زمان استقلالیت عید صده برابری دیگر مراسم و سنت‌های ملی ما عمری دوباره پیدا کرده تجلیل هر ساله آن به حکم عنعنه درآمد و در ردیف جشن‌های ملیمان به قانونگذاری مملکت وارد گردید. باعث افتخار است که به شرافت صاحب استقلالی عنعنه و سنت‌ها و جشن‌های ملی مردم کهن‌بنیاد ما احیا گردیده ارزش‌گذاری به آنها سال به سال بیشتر شده ایستاده است. طوری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در پیام تبریکی خود به مناسبت این جشن اجدادی ابراز داشتند. نیاگان ما 50 شب و 50 روز را تا جشن نوروز حساب کرده صده را تجلیل می‌کردند. یعنی صده جشن آمادگی به نوروز بوده، این دو جشن قدیمی با هم توأم میباشند. موافق سرچشمه‌های تاریخی سبب صده نامگذاری شدن این جشن نیز در همین است. صده عید مژده از تیاری و پیشه نمودن کارهای نوی کشاورزی محسوب می شود. تاجیکان که از قدیم الایام مردمی کشاورز بودند با مهنت و زحمت خویش مواد غذایی به دست می آوردند. از این رو اولین ترغیب کنندگان این عید اجدادی می باشند. این مراسم جشنی همیشه به شکل دست جمعی و با جمع شدن مردم شهر، محله و دهات در یک جا با آتش افروزی بزرگ و سرور و شادمانی برگزار می گردد. آیین و تعامل‌های صده آدمان را به عمل‌های خوب و پسندیده از قبیل به هم سخن نیک گفتن، همدیگر را احترام نمودن، در آسایش و آرامی عمر به سر بردن، در همه حالت شریک همدیگر بودن، کار خیر کردن، زمین را دوست داشتن، طبیعت را حفظ کردن و دیگر کردارهای نیک دعوت می‌کنند. در رفت تجلیل جشن صده در وضع تنتنوی به بهترین کشاورزان و باغپروران و چارواداران شهر و دهات اسفره سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی سپاریده شدند. در انجام برنامه فرهنگی سرشار شکرانه و فضای آسوده و آرام، ترغیبگر صلح و وحدت، دوستداری وطن و طبیعت و رسیدن به قدر آب و زمین دیار پیشکشی حاضرین گردانیده شد. سرفراز از علم و فضل و حکمت نسل استقلال و صلح و وحدت